زنی رزینی گرفتن چی حکم داره؟ یعنی همخوابه شدن و شهوترانی کردن با لختکی که به مثل شکل انسان ساخته شده است، مخصوص برای شهوترانی. با چنین لختک ها همخوابه شدن و شهوترانی کردن در شریعت چی حکم داره؟ بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، البته که شهوترانی کردن با چنین لختک ها حرام و ناجایز است. الله رب العالمین در چند جای قرآن به حفظ شرمگاه امر میکنه بنده هاش که شرمگاهشون حفاظت بکنن. از جمله در سوره مؤمنون الله رب العالمین میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون، و او کسایی که شرمگاهشون از زنا و از کارهای حرام حفاظت میکنن، نگاه میدارن. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، مگر از همسر و کنیزانشان، یعنی فقط شهوترانی با همسر و کنیزانشان میکنن، بغیر از همسر و کنیزانشان مثلا شهوترانی نمیکنن و شرمگاهشون حفاظت میکنن. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، هر کسی که غیر از همسر و کنیزش با کسی دیگر، با چیزی دیگر اگر شهوترانی بکنه، همخوابگی کنه، پس از جمله تجاوزکاران است. یعنی از جمله کسانی هستند که حدود پروردگار را تجاوز کردند، یعنی مرتکب گناه کبیره می شوند اینها. پس از این آیت فهمیده می شود که شهوترانی کردن، همخوابگی کردن، غریزه جنسی را برآوردن تنها با همسر و کنیز جایز و حلال است، و بغیر از کنیز و بغیر از همسر حلالی خود با کسی دیگر، با چیزی دیگر شهوترانی کردن و غریزه جنسی خود را برآوردن حرام و ناجایز است. و دیگر اینکه چنین لختک ها مجسمه است و مجسمه داشتن یا مجسمه تیار کردن در شریعت حرام و ناجایز است. از چطوره که در روایت بخاری و مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در اون خانه ای که سگ یا صورت باشد ملائکه رحمت داخل نمی شود. به همین خاطر برادرها و کسایی که مثلا ذهنتون فاسد شده است، در ذهنتون آلوده شده است که میخواهی همین خیلی زنهای رزینی بگیره و یعنی از پرابلم ای همسر دورتر، مثلا میخواهی که با زنهای رزینی همخوابگیش کنه، این فکر فاسد از ذهنتون براره، دور کنه از ذهنتون این فکر فاسد. از الله بترسه و هرگز این خیلی کارها را نکنه که مثلا مرتکب گناه میشوه و عاقبت این نحوست گناه یک بلای بزرگ بر سر شما میبیاره. شما هرگز از ازدواج کردن و برای حلال همخوابگی کردن شما از این راه نترسه. شما نترسه که من این زن گرفتم از کجا میخورونم، از کجا میپوشونم. ما در شکم مادر بودیم، الله رب العالمین بر ما رزق داد. پس چگونه است وقتی که در این دنیای روشن، در این دنیای وسیع وقتی که ما آمدیم، چگونه ما را خداوند به رزق میمونه؟ من فکر میکنم این جوانای امروز، همون کسایی که چنین فکر میکنن، فکرهاشون فاسد شده است. وقتی که مثلا همین نوارهای فحشا را میبینن که مردم غرب با همین خیلی لختک ها همخوابگی میکنن و مثلا شهوترانی میکنن، این جوانهای مسلمان هم اونها را دیده با اونها پیروی میکنن. پناه با خداوند.